وقتی نمیتونی اینجا کل کنی کسته دو جنسه خارن کسته گوه میخوری بیایی شیری چه گوه بخوری گوه میخوری گوه منو بخوری مادر چیانه گوه خور آخه کسته کسلنه مامان چینده تو میکنم تو میشینی میگی جون من خار مادر اونیه میگم به این خار کسته کسی بخواد کل کنه این خارن کسته دو جنسه هست مال کل کلم نی این کسته دلغکه باید بذاری سر مدرسگه خارکسته باید بذاری سر سبزیجات کس مادر یه موقعی مگزه خار مادر خودش هم کرد خار کسته بیا خار مادر خودش هم گوید کسی با من کل کنه مرده کونی شافه کنه خار کسته الان با من کل میکنی میشه جونت شد هم کن نه رفته قصه بیا این ور قصه آخر رفتی یه قصه رفتی یه قصه تو فقط یه بار ببینم یه جدیدی کل میکنی میام میشینم کس مامانت بکنه آدم همونجا یه چق زنان تو کس مامانت یهو حمله بر میکنم مرده چون یادت میدم که دیگه این ور اونور یه گوخوری اضافه نکنی کس خواهره گوخور تو الان خواهر مادر خودت هم کردی من اینجا همین تالیا سابقه منو دیده میگی کسی که با تو من به یکی پیله کنم 3-4 ماه خار مادر یارو رو میارم جلو چشش کس خواهر من تو دیوونه دارم کسنه تنها روانی این اپلیکیشن منم انواع وقتهای مختلف آزادم چرا الان فوش خودت دادی؟ چرا الان فوش خواهر مادر به خودت دادی؟ مرد کونی گوه اضافه دیگه نخوری یا چرا الان فوش خواهر مادر به خودت دادی کسی با من کل کنه؟ مادر جنده چرا الان داری با من کل میکنی؟ اونی که خودت فوش دادی کل کنه باید بشینه اول کیر مادر بخوره بعد با تو کل کنه آقا کیر به کس مامانت آقا کیر به کس خواهرت آقا کی داره الان با من کل میکنه؟ آقا کیرم تو چوچول گرم و سرد خواهرت آقا کیر خر آقا کس مادر آقا خار کسته کس مادر دلغک دیگه نبینم تو این اپلیکیشن به چرخی ها کسنه اینجا مال منه این برنامه مال منه خار خرته گاهیدم گرفتی که اینجا باید من تاییدیه بدم مرده کشونی باید من تاییدی بیشو ناموز کنی میود نشی من که باید کلی ندارم باید خار مادر کلی رو میکنم که باید کل کنم الان چه ناموس خودتو گاهی داری با من کل میکنی تو چرا ننت چینده است پسر جواب من رو بده چرا به ناموس خودت هم نکردی مامانت بهمون بگو خندی از اون شب کذایی بگو چرا به خودت فوش دادی از اون شب کذایی بگو مامانت چرا داشت کسی خواهر خودت فوش دادی مادر چنده جوابگوی من باش کی بگوزه مامانت میگم برای چی مامانت کس میده کمبود مالی داری؟ ای ملت الان کی داره با من کل بابات کی رو خونده صدام بالا رفته من هرسی خوردم آقا چی میگی؟ یه استیکر دست تکون بده رایگیریه کی داره با من کل میکنه؟ بگو بینم کسنه مگه مهدی نیست؟ مگه مایکل چار با من کل نمیکنه؟ روز اولی که مامانت کس داد دلیلش چی بود؟ سوال اول من جوابشو نمیدی؟ نمیدونم من سر کی رو مامانت اولین بار در کدوم مکان کس داد؟ این سوال دومه سوالای امتحانیه بچه هدف چند سالته همون سوال سوم ننت خوش داد یا تر بود؟ چند سالته فرزنده چند سالته با من دارم ننتو میکنم تو دنبال چرا خواهر مادر خودت الان گاهی دیگه کسی باید کل کنی چرا رو گذاره نه سوالا رو جواب بده امتحان رچی مادرتو میگم امتحان رچی کیر میکنم تو کس مامانت کیر میکنم تو روح مادرت کیرمو در میارم میمونم رو نوک پستونای مامانت که بابات شب میخواد ننتو بکنه بخواد از پستوناش بخوره دهن بابات کیریشه صحبت کن خار کسته اینا رو بدی یاد میدم مادر جنده برای یه چهار تا لفظ جدید و درست حسابی بیاری نه اینکه اینجا بزن دوستان با هم درستش کنیم دوستان زمانی که مامانتو بیاری تو این اپلیکیشن با من بره پرایوت یه دست با هم جغ بزنیم میشیم دوست اون موقع با هم رفیقیم اگر این کارو نکنی دشمنی مادرتو به زور میگم خار کسه اینجا هر کی با من دشمنی کرد آخر اومد پیش من خاله رو به من بده کس مادر تو هم یکی مثل بقیه آخرش باید به اون پرایوت رو بغل کنی کس خواهر
مردکشون صدات قطع وصل میشه، برو نتت درست کن. صدات اون صدا نیست خارکسته، افغانی نشی کیر بکسه مامانت. پدر سگ منگل خنده دار. کاری باهات میکنم بلایی سر در میارم، نشاد خودتو فراموش کنی خارکسته فکر کنی افغانی یا اینجوری خارکسته مردمو میگم. احتمالا با مامانت قرار خاصی داره رفته اونجا، تو بری سر قرار مامانم میبینی اونم نمیبینی. خب کس مادر خودتی خار چینده اینجا وقتی میای میشینی باید مامان و آبجی و مابجی همه رو به من ببازی. خار کسته چاییتو خوردی؟ مرد کشونی وقتی منو میبینی این به بعد میای مامانتو به من میدی، من با مامان دیگه دست حال کنم، بعد انرژی بگیرم بیافتم به کس مردم. شماره ساقیتو بهم بده. مردتو زندتو همه کس و کارتو چپ و راستتو با هم میگم. کس خواهر مادر مرده و زنده نقد و به چست نسیه رو ول کن. شماره ساقیتو بهم بده. جمجمه مردهات میکنم خار خرتو جنده است که واسه خودش جنده است، به تو چه؟ میشاشم مال خودش دوست داره بده به هرکی دوست داره. شماره ساقیتو بهم بده. با شاش خودم شماره ساقیتو بهم بده. من فقط شیرم و در میارم میکنم تو سنگ قبر مردت. گرفتی؟ الان خودت آتو داری، الان مشکل تو مردته. الان من مادر تو رو میگم، من همه فوشا رو میدم، هر جا صدات ببینم این ور اون ور شده همونجا قفل کنم. خارکسته الان بشین اینجا هی فوش بده، من فقط کیر کنم تو مردت. مردکشونی اینطوری گیر میارم آتوتونو. خارکسته حالا بشین اینجا ببینیم کی دیوونه از کستنه. اینجا فوتو فقط در رو من بذار کستنه تو رو با این اکانت فالوت کنم داشته باشمت تا بهت بگم. مادر چنده ببینم مرد کونی، ببینم مردهات کجا دفنه، ببینم ها مردهات کجا دفنه. ببخشید یه لحظه کار داشتم. چی شد از اون دنیا از مردهات زنگ خورد؟ آقا کیر من الان مرده است، بیا زندهش کن. من فقط کیر میکنم تو سنگ قبر مردت. من فقط سنگ قبر مردت. کیر منم بکن تو سنگ قبر مردش. اب نداره مرده کار خودش انجام میده، زنده کار خودش. وحشیانه فقط بیل داری بیل بهت بدم بری بکنی میکنم تو جمجمه مردات. به خدا بیل داری یا بهت بدم. آقا مردت رو بگم یا نه؟ آقا اینا رو ولش کن، مردت رو بگم یا نه؟ کس مادر مرده من اون تو دوتا همه با هم. آقا من مردت رو گاییدم ولش کن. یه مش استخونه الان دوست شدیم، الان مردت رو میخوام بگم با هم دوست شیم. لاشتی بازی در نیار داداش، تو داشیه منی، مردات کیر منه. آقا کیر من از سر مرده مرده به کیرم آقا ولش کن، زنده کار خودش مرده کار خودش. تو میری مردت رو بیار، من ترسو به کس مادر بیارمش. تو بگو کدوم خارکستونه دفتر من پیداشون میکنم تا قصه نکن لاشی. تو فقط بگو بهشت زهرا قطعه 16 کس ننه مردهات تو سگ بگوید، مردهات تو سگ گایید اگه دروغ بگی خوار خرتو گاییم. الان یه بلایی سرت میخوام در بیارم خارکسته. بیا بشین پیش خود عمو، یه همون قربونت بشه. مرد جنده کجا رفتی؟ شیرم تو پست اون مرداد. نرو منو تنها نذار، کارو قلبم نذار. خار کسته بیا خوش اومدی مرد کونی. خواستم بیا مایک 3 یه افتادم پایین. خواستم بیا مایک سلام مرد کسته. شماره ساقی تو بده. سلام ایفو سلام ایفوی مرد کونی اومده. چی آورده؟ نقل و چون باز چیه مرده ناموسن مگه نقل نباد واسط میارن. واجب شد که شماره ساقی تو ازت بگیرم. شماره ساقی تو بده. اون مردت ریخته شده باشه مادر جنده. شیرم تو خاک اون مردت که شماره ساقی تو بده. خاک همین خیابونه، خاک همین بیابونه. شیر بکارم
خدا به خدا رفته بودم کس مامان تو بزنم